ها مامون جون چه کاری بچه؟ هیچ کن توی همون با ما زدگی می؟ نبود چه زدگی؟ لبون پشیدگی یابو زدگی لبون پشیدگی دوستی عزیز حتی جگربند من یاد ندارد که من وی چه زدگی هم یعنی معلوم که فراموش کرده است به دل نگرفته است یک روز در آمدگاهی بینا بود وقتی که من باید 15 دقیقه یک جا رفته می آمدم گفتم تا من آمدن در اینجا شینه جا نرو برای اینکه در خانه هیچ کس نیست وقتی که فرامودم یک چند نورسای دوم در یک جا بودن گفتن که اینش میگه با من میزنی و اش میگه یعنی که میخواستم با دیگر جنگ کنم من خیلی اهمیت ندادم گفتم کودکان رفتیم آمدم در جای گفتگیم نیست ممنون میکوبم تمام گرد اطرافی بینای نیست بینای همسایه و میپرسم نیست وقتی میباید در محکم دختر همسایه میگه که بیا خانه ما باشین تو وقتی پدرت آمده ولی خبر نمیکنن گاه در اینجا من تقریبا یک نیم ساعت زیاد مخی خواهدرش گفتم بعد آمدم که خول هم نیست بعد یک 5 دقیقه در آمده در تخت خیر آمد دادا گفت آمد بعد من همین چنان باور کنید خواهدر و عصبی بودم که همین گوشش کشیده یک تا پشتی کالش به راستی گپ زدم لیکن احساس کردم همون این گفت که منو دختر همسایه دعوت کرد که در بیرون نشین در خانه ماشین همون لحظه احساس کردم که زدن من خطا بود با اون خاطر که وای مثل در کوچه نبود در خانه همسایه بود خلاص که من تا امروز خودم نمیبخشم در رو بر روی در این کامیرا از جگرماندم حضور میخوام خیلی میبخش دیگه و بعدا میدیم که دیگر خدا خواهد نمیزنم بیهوده و حتی نمیزنم اون من خیلی وعده میکنم ولی دوستوی عزیز من تا حالمون پسرکه که از دست پدرش کشته شد جوابش رو نمیگیرم اون چگونه پدر باشد آیا پدری واقعی بود یا نه تا جای اطلاع داریم واقعا پدری واقعی است اما چگونه دل او شد که وی را به چنین حال رساند در پشتی ماشین بندد کشاله کند و خلاص که به مرگ رساند من با یک تا زدم تا امروز خجالت زده هستم که من پسرم یک تا زدم اما به هر حال دوستای عزیز تمنا میکنیم که تمام اوله ها با فرزندانشان با تعلیم و تربیه کامل به وای رسند و فخر ملت و دولت خود در عرصه جهان باشند و بخوایم که جگربند من در پایان صحبت یک شعر خونه شعر میدونی که کوی وطن عطر گل تر دارد هر کوی وطن زیای مادر دارد هر شکرانه کنم که تاجیکستان عزیز سرکرده و پیشوا و سرور دارد آفرین تمنا میکنیم که همیشه سرفراز باشی جگربندم و دیگر یعنی که بچه با آداب و تعلیم و تربیه و افتخاری معمول